بچه‌ها چطورید و خوش اومدید به ویدیو دیگه. من آروین هستم و امروز اومدیم با هم یه چیز خیلی خفن رو بررسی کنیم و اونم اگه گفتیم بله امروز اومدیم با هم اونجرز دومزدی رو با هم بررسی کنیم که میدونیم خیلی تو اینترنت الان ترکونده. چرا؟ چون همینطور که ویدیوشو این بالا مشاهده میکنه کستش رو داره معرفی میکنه، خیلی از بازیگر حضور دارن، اما جالب بریم بعضی از شخصیت‌های خیلی معروف مثل هالک، اسپایدرمن و خیلی از کاراکترهای دیگه مثل دیردویل و غیره توش نیستن. یعنی حالا شاید اعلام نکردن و کست هنوز به طور رسمی اعلام نشده. چرا؟ خب به خاطر اینکه هیچ وقت مارول به طور کامل همه کارت بازیش رو نمیدوزه، پس بنابراین حق داریم. هنوز خیلی مونده، تازه فیلم برداری شروع شده. خیلی از شخصیت هستن، فانتاستیک فور همشون هستن، شخصیت های ایکس من خیلی هاشون هستن و میتونیم بگیم که خیلی از شخصیت‌های دیگه هم هستن. خود رابرت داونی جونیور که ملاحظه‌اش کردیم تو ویدیو قرار نقش حالا دکتر دوم بازی کنه، کاپیتان آمریکا آنتونی مکی و خیلی از بازیگرا و شخصیت‌های دیگه هم هستن. و اگر بگیم بر فرض اینکه خیلی از بازیگرا نبودن، میره برای قسمت بعدی که اونجرز سیکرت وارز هست و همه بهتر بگیم بیشتر قهرمانان اونجا حضور دارن. خیلی حالا کمیک های مارول خوندین یا نه، ولی اگه خونده باشین میدونین که داستان سیکرت وارز خیلی پیچیده تر و اتفاقا هم با رابرت داونی جونیور یا بهتر بگیم دکتر دوم رقم میخوره و این خیلی یه ذره فرآیند و حالا چون باید در هر سال نمیتونن عیناً کمیکو بردارن فکر کنم بیارن، بس بنابراین مجبورن که تغییرات بدن. حالا فانتاستیک فور که قراره اکران بشه و قراره فیلمش بیاد، مثل اینکه قراره این فرضی هست دنیای اونا با دنیای خود مارول که 616 هست، مثل اینکه قراره که ادغام بشه و حالا این ادغام به نابودی و حالا یه سری داستانا. ولی اینکه دقیق بتونیم بگیم که این فرضیه درسته و به خاطر همین هم دکتر دوم حالا از اون دنیای میاد یا این دنیا میره اون دنیا هیچیش معلوم نیست. و ما دیدیم که حالا توی تریلر فانتاستیک فور راجع به گالاکتوس و همینطور چیز دیگه صحبت کردیم، میگیم که شاید فانتاستیک فور یک هایی رو رقم میزنه و حتی اونجا که آیرون من اسنپش گرفت زد اونجا شاید خیلی از چیزها تغییر کرد و شاید همون یه جورایی میشه گفت که اونجرز سیکرت وارز رو رخ داده. و حالا داستانی که هست یه چیز جالبم بهتون بگم که این هم تام هیدلسون یا همون لوکی هم توی اونجرز دومزدی قرار داره و باید ببینیم که چجوریه و چجوری قراره پیش بره این کسی که فعلا معرفی شده. خیلی بازیگر خوب و شخصیت خوبی هستن ولی هنوز ولورین، هالک، اسپایدرمن، دیردویل و خیلی از شخصیت های دیگه هنوز هستن که معرفی نشدن. و البته یه چیزی هم بگم، یه کامنتی هم رابرت داونی جونیور گذاشت، گفت که کستتون فقط همینه و مارول هم اونو جواب داد، گفت همیشه room for one is there، یعنی همیشه یه اتاق یا یه جا برای یه نفر دیگه هست. حالا معلوم نیستی که یعنی اینکه بازیگر دیگه هم هستن ولی خب لو ندادن، چون میگم که همه کارتا نمه و سخته یه جوری بخواین همه قهرمانا رو توی فیلم بیارین. این همه بازیگر رو واقعا نمیشه که کنترل کرد. حتی مثلا فرض کنید یه 40-50 تا قهرمان باشه و تو این 40-50 تا هر کدومشون بعد آیکونیک باشن، بعد قرار کار خودشون رو بکنن، مبارزات خودشون رو داشته باشن، این سکانس خودشون باشه و این یکم سخته. شاید هم اینجوری باشه. ما هیچ اطلاع دقیقی نداریم، فقط میدونیم که مارول اعلام کرد که دیگه اونجرز فیلم برداری شروع شده و باید ببینیم که چجوری پیش میره. حالا جدا از همه اینا سریال جدید دیردویل هم اومده که فعلا تا الان 6 قسمتش اومده و واقعا ترکونده و خیلی نمره به نظر من فوق‌العاده‌ای هم داشته. به نظر من خوب درست کردن داستانش و همون قسمت اول وقتی به شما یه شوکی خیلی وارد میشه، هنوز تا اینجا بد نبوده سریال، تا اینجا خوب بوده، قشنگ بوده. ولی اینکه بگیم واقعا از دیردویل یه چیز خیلی خفن دیدیم، تا الان هنوز هیچ چیز خاصی ندیدیم. مبارزات معمولی که در سطح شهر بوده و چیز خاصی نبوده که بگیم یا هنوز، ولی به نظر من ادامه داره. شاید فصل دیگه هم هنوز تو راه باشن و خیلی به نظر من چون دیردویل تازه شروع شده انگار، چون برنگین بود دیگه دوباره متولد و یه ریبوته
پس بنابراین تو این ریبوت یکم طول میکشه تا بخوان همه چیز رو به صحنه بیارن و به رخ بکشن، یکم زمان بره. اما واقعا پیشنهاد میکنم که به سریال دردویل حتما ببینید، خیلی خفنه و جزء سریالایی که حتما تو پیشنهاد میکنم که از دستش ندید و حیف واقعا. و بهتون همین الان پیشنهاد میکنم که برید ببینید. واسه اینکه از اونجرز هیچ خبر دیگه نیست، کسی که فعلا اعلام شده اینا هستن. رابرت داونی جونیور هم که در پایان میبینیمش، واقعا به نظر من بهترین کار مارول کرد که برش کردن، حالا به عنوان نقش دیگه. ولی خب قراره مثل که یه فیلم بهتر کنه خیلی خفن بشه. و یه خبر خیلی خوبی هم بهتون بگم، کریس ایوانس هم حضور داره. شاید هنوز توی کست که دیدین اعلام نشده باشه، اما کریس ایوانس هم به عنوان این نقش بهش حالا رول دادن به قرار بازی کنه. معلوم نیست، یا می‌بینیم که به عنوان کاپیتان هایدرا میاد و کاپیتان آمریکا میشه دوباره. هیچ چیزی معلوم نیست تا وقتا سال دیگه، تا یک سال نیم دیگه، تا ما ببینیم که خود فیلم چجوریه. و میدونیم که تا اصلا خود اونجرز هم که بیاد تا بخواد وارد کیفیت بلوری 4K اینو بیاد 3-4 ماه 5 ماه 6 ماه شاید حتی زمان ببره، چون بالاخره قراره فیلم جهانی پرفروش باشه. شاید خیلی تو سینما نگهش دارن. پس فکر نکنید اگه مثلا دقیق همون تاریخی که دادن بیاد دیگه شما میتونید ببینید. چرا میتونید با کیفیت پرده سینما ببینید، ولی اینکه کیفیت خود اصلیش بیاد هنوز کار داره و خیلی بعد یکم منتظرونه، یکم زمان بره، ولی خب درست میشه، خیالتون راحت باشه. چه این بود از ویدیو امروزمون. امیدواریم که لذت برده باشید، امیدواریم که کیف کرده باشیم. با این اخبار جدید کلی برمیگردیم با ویدیو خفن تر، تو رو کلی براتون ویدیو جدید آماده کردیم، داستانای خفن. امیدواریم که لذت ببرید. یادتون نره که ما رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید، نظرتون تو کامنت بنویسید. امیدواریم که از این ویدیو هم مثل همیشه لذت برده باشید. کلی کار خفن تو رو ببخشید، این میدونم خیلی سخته و نمیرسم به زود ویدیو بذارم و یه سری حالا مشکلات داستانا این تایم خیلی بلند مدت بوده، اما تا جایی که تونستم براتون با AI با هوش مصنوعی شورت درست کردم تا برسونم خودمو. و الانم که برگشتم و خیلی حس خوبی داره. میبینمتون تا دوردی دیگر، تا ویدیو دیگر. درود. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine, yeah. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah.